بچه‌ها نیم ساعت همینجا استراحت کنید، بعد دوباره میریم بالای کوه. بازم بریم بالا؟ مگه من گربم آقا جان؟ چه خبره صبح جمعه؟ تنبل خان، هوای اون بالا طلای خالص، نفست باز میشه بعد از این همه آلودگی تو شهر. آقا جان با خدا هوای اینجا با نوک و قله هیچ فرقی نداره. از خر شیطان بیا پایین، رضایت بده از همینجا برگردیم خونه. ناسلامتی روز جمعه برای تعطیلی و استراحته. نه اینکه تو اون 6 روز دیگه سر کاری و استراحت نداری. کف اون اتاق حال کنار گلدون از بس درازکش بودی ردت رو فرش مونده پسر. اما سفته راست میگه دیگه. تنه کار فعالیه دیگه تو توی این هفته کردی همین که اومدن امروزت بوده. بابا آخه تو یه شغل با درآمد مناسب توی این مملکت ملاخور شده به من نشان بده، بعد بگو چرا بیکاری. اون آخرین آگاهی کار که باید پیدا کردم چی شد؟ آگهی چوپانیه میگی؟ رفتم ولی شرایطش نداشتم. با مدرک لیسانس شرایطشو نداشتی؟ مگه میشه؟ ما دیدیم که شد. اسی لطفا از رو آگهی شرایطش بخوان آقا جون ببینه. والا رو آگاهیش نوشته مدارک لازم جهت چوپان شدن: 1. شلوار گشاد. 2. کتری سیاه. 3. مهارت در سود زدن. 4. سابقه 3 سال اقامت در کوه. 5. عکس با گوسفند 6 قطعه. 6. داشتن سگ الزامی است. من که هیچ کدام اینا رو نداشتم، فقط اون محور آخر که سگ نوشته ها. اگه میتونستم به یه آخون قلاده بزنم شاید میشد، چون خوب پاچه بگیره، ولی باقی شد یعنی نداشتم. این بسیجیه اینجا چیکار میکنه؟ سلام سرت نره تو کلام. داداش، کبریت داری؟ کوری یا قیافه داداشتو یادت رفته پشمک؟ کجای مشهبه داداشته کله پوک؟ چرا فوش بودی؟ گفتم کبریت داره. اگه کبریت داشتم که تا حالا روشن شده بودی. برو تا تلافی 46 سال گرانی رو سرت خالی نکردم. آها فتنگری ها، الان ویسی میزنم بیام ببرن چپ و راستت کنن که دیگه واسه من ول زبونی نکنی. ای وای ترسیدم. خسرو جان، از قدیم گفتن خواب و شیر و پلنگ با وقوق سگ آشفته نمیشه. قربانتو برم، برو تو دلش به حساب من. خسرو اگه کبریت خواستی میتونم بهت قرض بدم، به شرطی که دو طرفشو مثل کتلت سرخ کنی به سر. حالا ما یه غلطی کردیم، خوب نیست شما اینقدر به دل بگیریم. بنده اصلا سیگاری نیستم، اشتباه کردم آقا جان. چخه گل گفتی خسرو جان. خودم میدانم.